الو، خوش اومدین به کانال کیامیا بچه ها. من امروز 2 بازی نصب کردم، میخوایم بهشون امتیاز بدیم، ببینیم چه جورین. Let's go. خب بچه ها، این 2 بازی این 2 خب اول میریم توی LOL. من بعد از مرحله هاشو رفتم، تستشون کردم، حالا میخوام به شما نشون بدم. راستی لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نشه. نظراتتون درباره بازی ها وقتی تموم شد ویدیو بنویسین حتما، یادتون نشه. خب چقدر دیر میاد بالا، خیلی دیر میاد بالا، خیلی دیر میاد بالا. چقدر رو مخ این قضیه، خیلی رو مخ این قضیه. خیلی دارم میخواد الان امتیاز رو بهش بدم. بریم بازی بعد. خب بچه ها بمیرون. این بازی نمیاره بالا، ویروس داره، پاکش میکنیم. یادتون باشه همین بازی اصلا نصب نکنید، فقط تصویر شما رو جذب خودش میکنه. حافظم پر نشه. راستی بچه ها بهتون چند تا بازی معرفی میکنم، حتما نصب کنید. خواهش می‌کنم سراغ بازی دوم. اینم دیر میاد بالا. بچه اومد. هاپوه. اینو outletting. خب این جور داستان و قضیه خیلی مخرم، اعصاب و روان بودم بوفم میخوره. خب نمیده بالا متاسفانه. خیلی زود تصمیم گرفتیم بچه به بازی اولی واسه اینو الان پاک کنیم. پاک کنیم. خب پاک شد. خب بچه ها، ما به بازی اولی چه امتیازی میدهیم؟ پاک شد. خب به بازی اولی همون الویله من بهش نمیدونم چند بدم، هیچ کارایی نداشت. 0 از 10 بهش میدم، به خاطر پروفایلش 1 میدم، 1 از 10. و این یوتیوبره چون عکسش خیلی جالب بود و جذب کرد منو. تا مرحله اولش خیلی خوب بود، داشت پیش رفت. من بهش 2 از 10 میدم. افتضاح ترین بازی های عمرمه، اصلا باورم نمیشه. وای اصلا امروز کل انرژیمو از دست دادم بچه ها. خیلی خنکه، خیلی. خب بچه ها، تا برنامه بعد خدا بس. راستی اینو بهتون نگفتم، لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نشه. خب بچه ها رسیدیم به آخر برنامه.
لایک، بازم بهتون میگم لایک، سابسکرایب، کامنت اصلا یادتون نشه. نظرتون درباره این دوتا بازی بنویسین که کدوم بهتر بوده. شاید من اشتباه امتیاز دادم. خب بچه‌ها تا برنامه بعد، خدافظ.